شماره شهروندان ازبکستان که از سال 2022 تا ماه ینوری سال 2025 از طرف روسیه در اوکراین جنگیدند، در میان کشورهای دیگر آسیای مرکزی رکوردی بوده است. بنا بر روی خط زیستن می‌خواهم که طرح دولتی اوکراین است 1110 شهروند ازبکستان به طور قراردادی به صف نیروهای مسلح روسیه پیوسته 109 نفر آنها کشته شدند. روی خط روز 30 اپریل نشر شد. به گفته مؤلفان این روی خط پررنگ نیست و با شمول ازبکستانی هایی که شناسنامه روسی دارند، شماره واقعی زادگان ازبکستان در جنگ میتواند به چندین هزار نفر رسد. بنا به حساب آنها جوانترین زرخرید ازبک در ارتش روسیه 21 ساله و کلانسالترین آنها 62 ساله بوده است. یکی از زرخریدان پس از 8 روز بستن قرارداد کشته شده است. محققان طرح زیستن میخواهم میگویند که قصه جلب زادگان ازبکستان و تاجیکستان به جنگ به هم مانند است. صف مهاجران ازبک در روسیه کم نمیشوند و حکومت روسیه هم از این وضع به فایده خود استفاده برده مهاجران را چون بره قربانی به خط پیش جنگ میفرستد. طرز جلب مهاجران از آسیای مرکزی هم نو نیست. آنها را در جریان عملیات بازداشت کرده با تهدید راندن از روسیه به بستن قرارداد یا شرطنامه مجبور میکنند. هفته پیش طرح زیستن میخواهم آمار زرخریدان تاجیک را در صف نیروهای مسلح روسیه نشر کرد. به حساب این طرح 931 زاده تاجیکستان از سال 2022 تا ماه ینوری سال 2025 به طور قراردادی یا شرطنامه‌ای از طرف روسیه به ضد اوکراین جنگیدند. بر اساس فهرست از این شماره تا ماه ینوری سال 2025 196 نفر کشته شدند. جستجوی رادیو آزادی نشان داد که بعضی از آنهایی که نامشان در روی خط آورده شده است در روسیه به جوابگری مأموری کشیده شدند یا علیه آنها سند ترتیب داده شده با تهدید و ترساندن به جنگ برده شدند. برخی دیگر هم از زندان به جنگ برده شدند. اما تعداد دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که به جنگ روسیه ضد اوکراین جلب شدند هنوز معلوم نیست.